یکی از صفتهای کمالش هلاک کردن ظالم است و مردمایی که واقعا ظلم کردن. رب العالمین که یقینا تربیت کننده تمام مخلوقات است، اموی که ریشکن کد ظالما را، کل صفتهای کمال مخصوصی از اوست. از همون خاطر از آیت بر ما واضح میشه که هرگاه کافر هلاک میشه، زلزله میشه، طوفان میشه، غمزاری نکنی. در رادیوها ما شنیدم که نه ما باید غمگین شیم، تبصره کردن. مسلمان خودش میگه که ما سر از جا باید غمگین شیم. چرا غمگین شیم؟ تمام بدبختی و ظلم امو آورده بر ما را که در بدر کرده، آرام نمیگذاره که ما زندگی خود بکنیم، آزادانه احکام دین خود عملی بکنیم. امو مردم است. چرا در هلاکتش ما خوش نشویم؟ به هلاکت کفار انسان باید خوش شود. الحمدلله بگویم. قل بگوی پیامبر علیه السلام ارائیتم خبر بده مرا برای فهم توحید، یک تا پرستی الله، معرفت الله راههای مختلف، اسلوبهای مختلف در کار گرفت که مگرم این انسان ها متوجه شود که حق بندگی و پرستش، حق تصرف و حق انقلابات و تغییرات در پیش کیست، کی اختیار داره. بیا ولی شیوه دیگه. قل بگوی پیامبر علیه السلام ارائیتم خبر بده مرا این اخذ الله سمعکم، اگر بگیر الله متعال قوه شنوایی شما را، پس شنیدن نتانه، و ابصارکم قوه بینایی شما را باز دیدن نتانه، و ختم علی قلوبکم و مهر بگذاره الله متعال بالای دلهایتان، هیچ سخن فهمیدن نتانه. من اله غیر الله، کدام معبودی باطل است، کدام حاجت روا و مشکل کشا که شما او را حاجت روا و مشکل کشا میگی است، غیر الله، غیر از الله، یاتیکم بهی که ای آوردن کنه بیاره براتان، بهی هر کدامی از یاره، کدامش آورده میتونه بریتان چشم داده میتونه کسی. معبودای باطلی که شما او را معبود حق میگی، معبود حق یک الله متعال است، لیکن شما دیگه کسا را مشکل کشا میگی، داده میتونه چشمتانه، گوشتانه، قوی فهمتان که دیوانه نشوی. انظر بی پیامبر علیه السلام ای مخاطب، کیف نصرف الآیات، چه قسم ما واضح بیان میکنیم. تصریف ملاق داده نمیگه. ملاق به ملاق چی مانا؟ گوناگون، قسم الآیات به پهلوهای مختلف بیان میکنم دلایل یکتا پرستی خدا، توحید خدا. ثم هم یصدفون، باز می مردم است یصدفون که اعراض میکنه، رو را میگردانه، تو بگویی بر از هیچ گفته نشده. روز نوروز از خدا جان جنده بالا می شود، از کرامت سخی جان کور بینا می شود. کدام کور؟ در کجا شده؟ چرا تهمت میکنه؟ چرا غلط میگه؟ قاری برکت الله سلیم کور است، مشهور قاری افغانستان است. همی بیدار شا، همی بینا شا که کلی مردم ببینه، معلوم شا. کدام کور؟ کور بیچاره نیست خو، دلار در جیب دیده در اینجا الله کی کور بنا شد. بیچاره دلارش ازت نه تنبان باقی من برش نه پیراهن، مردم تبرک میگیره شه. این دین است. یا الله را پرستش داره یا دین پرستش داره. از کجا؟ قرآن میگه ما از کی را قبول کنیم؟ قرآن میگه قل ارائیتم خبر بده مرا این اخذ الله سمعکم، اگر الله بگیره گوش شما را که شنیدن نتانه، قوی شنوایی، و ابصارکم قوی بینایی شما را، و ختم علی قلوبکم مهر بمانه بالای قلبایتان که چیز نفهمه. عجیب است، پیامبر علیه السلام معجزم داره، پیغمبرم است. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، شخصیتی که آیات قرآن هم در حقش نازل میشه. عبس و تولا ان جاءه الاعمى، او کور بینا نمیشه، اما امروز در جای در مزار بینا میشه، در قبر مزعومی، در اونجا که مرکز شرک است، در اونجا بینا میشه. چقدر در تاریکی زندگی کردی ملت. بازداد میزنه ما مسلمانی چاندیستیم. کدام مسلمان؟ مسلمان مشرک، مسلمانی که نام اولادی تا سخی داد مانده، یه روزم به سخی صاحب آواز میدی، نظرم به نام سخی صاحب کرده رایستی. تو مسلمان؟ کدام مسلمان؟ آیت قرآن بپذیریم یا گپی مردم روز نوروز است خدا جان؟ ها؟ کدام میشه؟ قرآن خیلی طور میگه ما از قرآن بپذیریم الله گفته،
یا اوازه امو مجاوری بیدینی که در قبر در پالوی قبر کل عمر معتکف نشسته لازم گرفته قبره، کدامش؟ این مجاوره را باز پاچا صاحب دستایش بوسه میکنه، ایشان صاحب زاده صاحب، عجیب القاب برش داده. این کدام دین است؟ قبر پیغمبر مجاور نداره. و میلیون ها صحابه در مختلف جاهای دنیا خونی خودت ریختاندن، شهید شدن، قبرش شناخته نمیشه. قبر دو دانه ملنگ بیدینی که کلمه نمیخوانه، یک روز جماعت نماز نخوانده، اونجا در دشت و بیابان میموره، در اونجا گنبد سرش زده میشه، ولی خداست. عجیب است. شما باور به الله متعال بکنید که علما به الله جواب میده، کتابی که الله را میخوانه. بیگاه نفر رفته، مقتدیش کجا بودی؟ رفته بودم مزار. خب بخیر آمدی، زیارتت مبارک باشه. لعنتی الله سری تو علم نمیشه که تو مبارکی میدی. سفرها میکنه مردم. پیغمبر حدیثش کسی به اندازه بالی پشم اهمیت نمیده. به مردم حدیث بگو، هیچ قصهش نیست. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، بجز 3 مسجد دیگه سفرها به نیت ازی که در فلان جای عبادت مقبول است، دعا مقبول است، حاجت روا میشه، قطعا جایز نیست. این حدیث صریح پیامبر است. این مردم به میلیون ها مردم حرکت میکنه میره. حدیث هم شنیده، تقریرم برش کردی، ولا که در قصیت باشه این حدیث به بعدی هوا میگیره، مسخره میکنه. این مردم به الله قسم مؤمن میره، کافر پس در خانه خود میاد، کافر پس میاد، ایمان باقی نمیمان. کسی که سخی صاحب حاجت روا مشکل کشا بدانه او مسلمان است. اینی حالات ماست، حالات زندگی ماست. بشینی مولای صاحبا و مردم خود بیان نکنی، قرآن ترجمه نکنی، مردم از ترجمه آمدن من نکنی، خب تبلیغات بکنی، پشتر ترجمه را بکنی، مشوره ها جور بکنی، لعنتی الله سرتان نمیشه که مشورهایتان حتی در مراکز حج اوقاف به این خاطر نمیگه در حج اوقاف که جلوگیری از فسادا شوه. مولی متوکله مانع شوی که کابل در به در میشه. تو به الله چی جواب داری؟ باز کابل در به در میشه به این خاطر که مردم دعوت بدیم به سوی قرآن، به سوی حدیثی پیامبر صلی الله علیه وسلم. باز ما الله را ندانیم. اینجا کدام است خیر؟ اینجا اله به معنای چیست؟ من اله غیر الله، کیست کارساز و حاجت روا؟ اینجا کارساز است. کیست دهنده گوش، دهنده چشم، کیست دهنده قلب؟ غیر الله، غیر از الله یاتیکم بی، کی چیزا را براتان بده. اله به معنای حاجت روا میه. این آیت دلیلش. انظر کیف نصرف بی مخاطب، ما اجرای تربیتی را نگذاشتم، هر رای ممکن برای شناخت توحید الله را الله میگه ما بیان کردیم، توحید خدا براتان تشریح کردیم. چه قسم نصرف، پالو به پالو گوناگون بیان میکنیم آیات دلایل توحید یکتا پرستی را. ثم هم یستفون، باز همی مردم است که رو میگردانه، یک طرفه میشه، کناره میکنه خدا. نشنم دینی آبا و اجدادم برای ما بس است، حلال حرام میشناسیم. به الله قسم اگر بشناسی تو شرک انجام میدی را دین میگی، باز میگی حلال حرام میشناسی. قل بگوی پیامبر علیه السلام، ارائیتکم، خبر بدی مرا. در هر جایی که کلمه ارائیتکم میایی در حقیقت برای تعجب استعمال بشه، نمیبینی چقدر جای تعجب است، چقدر جای تعجب است که نسبت بینایی و گپا را به دیگران میکنه. چقدر جای تعجب است کی بینایی را میده. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله، اگر بیا براتان عذاب الله بغتتا ناگهان، بی خبر، پیش از علامات دیده نشده، او جهرتا، یا با خبر یا آشکارا، هر دو معنا را داره. هل یهلک الا القوم الظالمون، هلاک کردن نمیشوه بینمی عذاب مگر قومی که ظالم است. الله رحیم ذات است، کریم ذات است، با وصفی که مردم سخت پیچیده در حالت گناه باید عذاب الله بیاید کل گیر از بین ببره، اما الله اونطور نمیکنه، هلاک کرده نمیشه مگر او قومی که ظالم است، حق نشناخته، حق الله را نشناخته، حق الله را به مخلوق عاجز قائل است، حاجت روا مشکل کشا را غیر الله قبرا را میدانه. پس طور فکر نکنی که مرگ انبود چیست؟ جشن است.
در فکر از این نشوید ظالما را الله هلاک میکنه. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین. مطالبه میکردن از انبیاء علیهم السلام نه 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 عذاب خوی معبودای باطل شما با هیچ وجه دفع کردن نمیتونه. اگرچه در دیگه وقتا جتروا مشکل کشا میدانستی، خو لیکن تکلیفی که الله براتون آورد این تکلیف کسی هم دور نمیتونه. این بتای شما بتا را بگذار پیغمبرا، ملائک و کسایی که در دربار الله خیلی نزدیک است، قدر و قیمت داره، وام دفع نمیتونه عذاب الله را. این را بگذار. امو کسایی که قابل قدر و قیمت است، با الله خیلی محترم و معظم است، اموام عذاب الله را دور دادن نمیتونه و وظیفهشان دیگه چیز است. کدام است؟ و ما نرسل المرسلین، روان نمیکنیم پیغمبران علیهم السلام الا مبشرین، مگر بشارت دهنده به کسایی که دعوتشان نمیپذیره، و منذرین بیم دهنده به او کسایی که نمیپذیره. یا فقط همی وظیفه دارد دفع عذاب کردن نمیتونه. قرآن صراحتا میگه وقتی انبیاء علیهم السلام نمیتونه، در مرتبه پایین اولیاء کی عذاب الله را دفع میتونه؟ دوری خورا چی میگه؟ طالبا زه خبرداری که حکومتی طالبا چرا چپه شد؟ خوجه مسافر قطی پیر سیف الرحمن قطی پلانی پیر یک جای شدن، مشوره کردن که حکومت طالبا ظلم شروع کرده، بیا که حکومتش چپه کنیم. حکومتش چپه کرد. دیگهش میگه اولیاء در افغانستان جمع شدن، تانگای روسی روان بود، از مزار در سالنگ رسیده بود. زمانی که اولیاء رفتن در سالنگ در میرای تانگا را میگرفت که در اول تانگی روسی از یا که در کلان ولی نشسته بود. یا ایران شدن که حالی چی کنیم، کلشان پس دور خوردن که کلان ولی نشسته آمده رایسته. این گپا اوایی نمیگم، این گپا شنیده شده، ثبت این گپا در افغانستان اینطور مردم موجود است که طور عقیده را داره. انقلابات و تغییرات دولت ها در دست کیست؟ پیر صاحب است. هر لحظه که بخواه چپا میکنه شد دیگره. خود تعجب در است که این بدبخت ها اگر پیرو باشه طالبا خود نازلم که دیگه خود مسلمان بود، حکومتشان چپا میکنه. خوی امریکایی های خبیث نه سیاست ما را مان، نه مردی ما را مان، نه به عزتی را بر ما گذاشت، عزت ما را گذاشت، نه قرآن کریم گذاشت، نه مسجد گذاشت. این قدر ظلم میکنه. معلوم شد که این پیرام قطعی امریکایی است. شاگرد از یاست چه رقم است؟ تعجب است. چیستی تو؟ اولادی سید هستم فکر ده بگیری ده ما بدسایی نکنی که میسوزی. یک بدسایی کردن من میسوزم. این کفار که آمده که انواع ظلما را کرده همیاره یک بسوزانی، همیاره یک کمی خوب بسوزه. شما فقط دشمن مسلمان هستی که مسلمان ها شور بخوره بسوزانیشه. حالا که پیرگیری همیشی. عجیب گپاست، عجیب تصور، عجیب عقل. قرآن چی میگه؟ یک ترجمه. دوم، بعضی مردم انبیاء علیهم السلام اختیاردار فکر میکردن که هر معجزه را ما طلب میکنیم در اختیار پیغمبر است، بس پیغمبر ها اختیارات کلی داره. الله میفرماید نه، در دنیا تمام نظام در اختیار الله است. پیغمبرم پیغمبر است، عاجز است، معجزه را خود آورده نمیتونه، در اختیارشان نیست. و ما نرسل المرسلین، ما روان نمیکنیم پیغمبران علیهم السلام. اونمو مردمایی که نبوتشان به دلایل قطعی ثابت شده، الا مبشرین، مگر خوشخبری دهنده برای مؤمنایی که مطیع و فرمان بردار است، و منذرین، به کمال شفقت و دلسوزی بیم دهندگان است به او کسایی که راه مخالفت در پیش گرفته. فمن آمنه، کسی که ایمان میره و اصلحه، عقیده صحیح پیدا کنه و اصلحه، ایمان خدا درست ساخت، اصلاح کت خدا. اصلاح به دو چیز میاد که هر کارش مطابق شریعت پیامبر صلی الله علیه وسلم و به خاطر رضای الله انجام بده. فلا خوف علیهم، اینطور مردم ها ترس سرشان نیست. چرا؟ آن چیزی که مکلف بودن انجام داده. ولا هم یحزنون، غمگین هم نیست. چیزی فایده مند از دستشان فوت نشده، کل چیزا را انجام داده. چرا؟ تعلیمات انبیاء علیهم السلام قدم به قدم عملی کرده. پیغمبر برش وحی میاد او تو را راه ها را نشان میده.
والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی که نسبت دروغ میکنه به دلایل توحید ما، به آیات ما، یمسهم العذاب، میرسه بر از یا عذاب، بما کانوا یفسقون، به سبب از یا کیای فسق، مسلسل فسق میکنه، از دایره ایمان، از چوکات ایمان بیرون میشه. فسق معنای خیلی وسیع داره، اینجا برآمدن از دایره ایمان است. قل بگوی پیامبر علیه السلام سه فرمایش یا کرده بودن: چرا خزانه دنیا پیشتان نیست؟ شما دعوای پیغمبری کرده، چیزام ندارید، دسترخوان کلانتان تاله نیست، میمانخانه قوی داشته باشه، ما سبام بیایم بیگام بیایم خورده بریم. برای ما معلومات اشیای مضر و نافی را کلش برای ما بیان کنی. پیغمبر هستی. وقتی که پیغمبر هستی چرا ملائکه به سرتان نمیاد؟ بله، کفار مکه همچو فرمایشات معاندانه را میکرد برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم، وگرنه برایشان مناسب نبود. زندگی پیغمبر صلی الله علیه و از خردی تا دعوای نبوتش مکمل زیر چشم امی مردم تیر شده. صداقت پیغمبر آنقدر بر از جا هویداس واضح است که پرسان نکن. در طول عمر پیغمبر ساحر، شاعر، مجنون همه چیز گفت، خود نگفتی کاذب است، دروغگوی است، نگفت که زانی است، نعوذ بالله، نگفت که دزد است. نه نه نه، در یک عمل کرده پیغمبر صلی الله علیه و سلم انتقاد گرفتن نتایستن. آیا یک یتیمی که بعد از سپری کردن یمی قدر عمر یک نظام جامعه را بیاره که عقل بشر حیران بمانه، نقشه برای زندگی بیاره که کل دنیا در اون نقشه متحد شده میتونه، برادر شده میتونه، عدالت قایم شده میتونه، این امکان داره که آدم غلط بگوید؟ لیکن این مردم همیشه مشکل تراش هستند، دلشان نمیشه که ایمان بیارن، بهانه ها جویی کرده رایسته. چرا ایره نمیکنی، چرا ایره نمیکنی؟ یک. دوم، همیشه مردم تصورات منفی در شان رسالت پیغمبر دارن، در او زمان هم داشتن. پیغمبر آمدن من حیث بشر ایره رد میکرد. بشر چرا پیغمبر شود؟ فکر میکرد بعد پیغمبر نعوذ بالله بشر نباشه. در این زمان هم اینطور است. این مسلمان های ما میگه پیغمبر علیه السلام میگه نور است، بشر نیست. اگر کسی بشر بگه شی غلط میگه. در اون زمان هم میگفت. بیا دیگه قل بگوی پیامبر علیه السلام برای معاندین ما چیزی را که دعوا کردیم دلیل میخواه او را برایتان پیش کردیم، و چیزی را که ما دعوا نکردیم دلیلم پیش نمیشه در اوجا. بگو لا اقول لکم، نمیگم برای شما عندی خزائن الله، در پیش ما خزانای الله متعال است که حالی شما از ما تقاضا میکنه چرا کوی طلایی نداری، چرا دسترخوان کلان نداری، باغای میوه که ما داخل شیم؟ نه، مردم امام مطور است. کدام ملکی که کدام وکیل پارلمانی که خواب در میمانخانه دروازش اویلیش واز است، مردم گروپ میره در اونجا نان میخوره، میگه چی میگه در بین خود؟ امیر خو یک گوٹ بدیم، یک واده خو شکم ما را سیر میکنه. در این نظر نمیکنه که نه اهلیتی پارلمان کی داره، خوش بایستن که شکم یزیا را سیر کنه. مشرکین مکه هم میتور بود. میگفت ما با پیغمبر پیشش هیچ کدام خزانه نیست. همیشه مردمای نعوذ بالله مادیات پرست معیار پیششان چیست؟ مادیات دنیا. مادیات دنیا را داشته باشی. امروز هم همون عصر رسیده که مال داشتی 1000 عیبت پنهان است، کسی برات انگشت نمیگیره. خب که غریب بودی باز ماندنید نیست، چوبک دا پشتش گرفته، اتور کنه تا که پرسان نکن. چرا معیار پیشی مردم اینه میگه؟ پاس خب قرآن این مسائل رد میکنه. میگه پیغمبر را میگه الله متعال بگو قل لا اقول، بگو که من نگفتم لکم برای شما عندی خزائن الله، پیش من خزانه الله است که به هر کدامتان مش تقسیم کرده طلا را تقسیم کنم. ولا اعلم الغیب، دعوا نکردم که من عالم غیب هستم، او غیبی که خاص است برای الله متعال. ولا اقول لکم، نمیگم برای شما انی ملک، که من ملک هستم. این را دعوا نکردم، دلیلم نمیخواد. انسان آن چیزی را که دعوا کرده دلیلش پیش میکنه.